پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 30 ینور سال 2024 با امضای یک فرمان یکباره 3 سودجه یا دادرس دادگاه‌های ولایت ختلان را از وظیفه آزاد کرد. اما اگر جعفرزاده لطفت قلندر با سبب رسیدن به سن نهایی دادرس از وظیفه رئیس سود ناحیه دوستی به قبل با او برو رفته باشد، دو دادرس دیگر عبدالرحمنزاده بختیار از وظیفه رئیس سود ناحیه 5 و مجیدزاده فردوس از وظیفه سودجه شهر لیوکند بنابر صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودجه را پست میزند آزاد کرده شدند. این عبارت در فرمانهای پرزیدنت معمولا وقتی استفاده می شود که سودجه ها برای یگان عمل کرپسیونی اساساً برای گرفتن پاره به دست افزوده باشند. بنا به اطلاع دریافتی دادرس دادگاه شهر لیوکند فردوس مجیدزاده در حقیقت چندین کار افتاده برای بود کردن کارشان مبلغ بزرگ تمام کرده است. تفصیلات بیشتر پرونده این دادرس همکنون سابق هنوز دسترس نشده است، ولی در مورد رئیس اینک سابق دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان عبدالرحمنزاده بختیار سامانه فرج روز 26 ینور سال 2024 خبر داده بود که او از جانب ریاست ولایتی اگنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیا بازداشت شده به گرفتن 122,000 سامانه در چند حالت عیبدار می شود. بنا به اطلاع منبع نشریه در اگنسی مبارزه با کرپسیا بازداشت رئیس دادگاه ناحیه 5 عبدالرحمنزاده نصف روزی 25 ینور در اتاق کاریش به وقوع پیوسته است. او را شب در بازداشتگاه ریاست مبارزه با کرپسیا ولایت ختلان نگاه داشته صبح 26 ینور به شهر دوشنبه انتقال دادند. گفته است این منبع اگنتی کردارهای عبدالرحمنزاده را با ماده‌های گرفتن پاره و سوء استفاده از وکالت‌های منصبی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان بند و بست و نسبتش پرونده جنایتی باز کرده است. یادآور می‌شویم که قانون در قسم 3 ماده 319 برای منصبداران دولتی که از جانب سود در گرفتن پاره گناهکار دانسته می‌شوند همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان و در قسم 2 ماده 314 برای سوء استفاده از منصب همچون جزا جریمه به اندازه از 547 تا 1092 نشان دهنده برای صبح‌ها و یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 6 سال را مقرر کرده است. یک نشان دهنده برای صبح‌ها امسال 72 سامانه را تشکیل می‌دهد. رئیس میتوان گفت مکنون سابق دادگاه ناحیه 5 بختیار عبدالرحمنزاده سال 2018 به این وظیفه تعیین شده بود. او از آن پیش به حیث سودجه در سود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کار میکرد. دادگاه‌های تاجیکستان از نهادهای اصم فساد زده در این کشور به شمار میروند. کارافتادگان میگویند بدون دادن پاره حل کردن یگان مشکل در دادگاه‌های تاجیکستان با یک امر تقریبا ناممکن تبدیل یافته است. در تاجیکستان تقریبا 400 دادرس کار میکنند. همه آنها با فرمانهای پرزیدنت تعیین و برکنار میشوند. هر سال پرزیدنت امامعلی رحمان فرمان برکناری چندین دادرس را با جرم صادر کردن کرداری که شأن و اعتبار سودجه را پست میزند امضا میکند. بنا به حسابها در سالهای آخر تقریبا 40 سودجه یا تقریبا 10% دادرس‌های جمهوری با چنین جرم ترک منصب کردند. اکثر آنها محض هنگام گرفتن پاره به دست میافتند، ولی مقامات عادتا از شر پرونده های دادرس های به دست افتاده خودداری میکند.